دروازه اقتصاد. مامان تو هر روز همه چیز گرون میشه، بستنی هم حتی گرون شد. عزیزم میدونم برات عجیبه، یه چیزی هست به اسم تورم. تورم مثل یه جادوگر که میاد و قدرت پول ما رو کم میکنه. فکر کن یه سکه داشتی و میتونستی با اون یه بستنی قیفی بزرگ بخری. بعد یه جادوگری میاد و تعداد پولا رو خیلی زیاد میکنه، ولی تعداد بستنی ها تغییری نمیکنه. حالا اگه بخوای با همون یه سکه بستنی بخری، بستنی کوچیکتری بهت میدن، چون ارزش یا قدرت پول ما کم میشه. نه اون زیاد شده، همه چیز گرون شده. دقیقاً. مثلا تعداد اسباب بازی ها زیاد نمیشه ولی پولا زیاد میشه. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ پس قیمت اسباب بازی ها میلن بالا. قدیما با چند تا سکه میتونستیم کلی چیز بخریم، حالا همون چیزا سکه های خیلی بیشتری میخواد. پس باید چی کار کنیم؟ ما میتونیم قلکمون رو قوی تر کنیم با پسنداز و سرمایه گذاری. باشه مامان، منم میخوام قلکم رو قوی کنم. اون فقط یه عدد نیست،